ما این طرفی را گذاشتیم فیلارمونیای دولتی، پروکوراتورای جمهوری تاجیکستان، این طرف راه یووار و این طرف باز دام های فرافسایی. یا ما گفتم در این دامی گردک دو پیتزا وجود شده است. ای نگاه کنید 6-7 بانکما پلیس طرفخانه یاسمین پیونوی استا کل است استا چیده پایی هم ما کشاده شده ایم. چی باشد؟ سمبوسنیک نه بینو نگاه کنید اون صورت گرفتانه لمبر و من میدونم اپتیکا و سمیرالیوز. اینجا کوچه اسدالله غلام دیده ایستاده، اسدالله غلام، 4 اتاژهای دوره سوویتی. السلام فوتوکسراکوپیا. آفرین اینجا های دیده نام این کوچه بود اسدالله غلامov 18/14. این طرف مغازه کفسر سنگ مزار، آخر سنگ ها تیار میکنن. و این طرف با دوستان ما اینا 4 پرافسایوز اومدیم. این 4 اتاژهای دوره سوویتی سادن و در تگش خیلی زیبا کردن. فسیلیتی چیز کریمون سرتراش خانه. این طرف اونه значоки вална задагӣ, اونجا هم вална بوده است. جایی وقتی هم یادم که یکی گرانت است تمام میشود اونجا بوده ساز بکنن و مغازهشان همونجاست. این دومای 4 اتاژه در تنهاشون نگاه کنید رسمی درخت کشیده است. ما از چهارراه پرافسایوز طرفی автовокзал اسدالله غلامov 18/10. این طرف امانت بانک. نگاه کن 4 تا نه هواپیما. این ماشینه یا تیاگون بانانه مرسدس با BMW یک جای ما دوست میلیون. اسدالله غلامov 18/8. عذری زیاد. امانت بانک رو گفتم. خبرلیک سیل داروخانه. افسوسی 18. اینجا ایستگاه استقلالیت پاینده و عمرت جاویدان باشد. تاجیکستان عزیز امامعلی رحمان. آفرین جناب عالی چه خدمت‌هایی در این دولت کرده است. احترامتون خواهم کرد، خواهید کرد، خواهیم کرد. اینا آخه شریف تو آخه خوندنش کنه. اینا دامی من ادانم چیدم است. اما کوچه اسدالله غلامov این 18 داروخانه در یکم آشیانش و اینجا ساختمان رفته ایستاده است. این را من این نو دیدم. ساختمان شاید اون بلند آشیانه زیبایی نیویورک قسم میشده باشه. من دوستانی عزیز این بینای مبل کلاری مبل پایکر سوپرمارکت پایکر هم دارن اینجا و ویلته هام همیشه خونده تا نیستیم. مغازه کلاری مبل و مغازه پایکر اینا اونم مستی автовокзал. کمتر دیگر راه مونده است. از این طرف گفتم که رو پروی این بینای پایکر ما
ساختمان داره. اتوبوس آزیان اکسپرس در نوار گذشته ما این اتوبوس رو دیده بودیم و در اینجا هم دیدیم. دوستان اینجا تعمیر، رمونت، بینای نو نصیب باشه در هر یک نوار ما میگویند که بعد از 1-2 سال دوباره دم بگیر، برای اون که هر روز یک دم نه یک دو تمام می شود و یک دم دیگر رو دوره سبتی رو چپا کرده و در جایش بلنداشونه زیبا می سازد. این بینای صافیه دیده شده، این هم خیلی شد در اینجا صافیه. کوچه اکا شریف جورایه صافیه. در اینجا چی باشه؟ نه اتلیه است، سوپرمارکتی صافیه، لیمپوپو داشته است. دیده اکا شریف جورایه حاجت روبی 1 اینجا پارکوفکا توقفگاه و اونجا دیده ایستاده باشرگر. دوستان عزیز اونجا یک میدانچه فوتبال بازی دارد. خب هر یک بیناد اگر یک تای هم خالی میدانچه باشد، جوانان دیگر روز از روز سلامتیشون خوب میشد، نسل آینده و بیمار هم نمیشن. اینک ما در ماستی پرافسایوز رسیدیم و از بالا نوار میگیریم با شما کاملا پر نوار میگیریم. این طرف راهی 103 بالای ماستی نمیدونم اون طرف چی عذر زیاد دوستان. و این طرف ماستی هم پرافسایوز و автовокзал هم زین میشه. دوستان ما در بالای ماستی автовокзал حضور داریم. این طرف ما از طرفی پروکوراتورای جمهوری تاجیکستان آمدیم. اینک به طرف автовокзал راه گرفته بودیم و در بالای ماستی автовокзал. اینک دوستان اون طرف گفتم که طرف 103 میکرورایون ماست دیگری نمیدونم نامش چی. و این طرف ما автовокзал داریم. اولو автовокзал و این بالای автовокзал دوستان رکلام است، سفر به روسیه دارد. دوستان ما از طرف پرافسایوز این طرف اومدیم، ماست پرافسایوز. این طرف رای پویز میره و ریگار و این طرف از طرف جده وокзал یعنی که می آید. از این طرف گذاشتیم شستشوی نقلیات بالای این ماست. نگاه کنید پرچم تاجیکستان در بالای این ماست. نگاه کنید چقدر پرافشان زیبنده است، سرخ و سفید و سبز است، بیرق تاجیکستان است. ستاره نگاه کنید دوستان. از این طرفی ماستی автовокзалیم، از طرفی автовокзал ماستی زیبا. و دوستان اون طرف автовокзал. این از بینای автовокзал است. با شما کمکه که دیگه خیلی مالی تو автовокзал هم میرم هیچ گرد نیم بیر کردیم میگون خیلی بیر کردیم تمام در جای تو.
دوستان تا اینجا را اومدم خیلی در سالفینی اومدم. امروز هم هوا خودش هم سالفین‌تر، ابرها هستند. دیروز تماما 50 گرادوس به فکرم زیاد بود و کم نه، برای که نفس کشیدن نمیشه. هوا را دیدین کم کم ابر است و آفتابی تازه نیست. خوبیش همین که سالفین‌تر. نگاه کنید اینجا خیلی بوغی خوشبوی دارد و ما اهمیت نمیبینیم. انا دوستان ما با автовокзал Asian Express ترمینال اومدیم. این Asian Express ترمینال، این ایستگاه автовокзал. Первая цифровая такси 1616 Asian Express на виной автовокзал. ایستگاه از اون طرف هست صادرخانه ها در ایستگاه، این طرف توقفگاه های همینجا و اون طرف ما اومدیم از طرف پروکوراتور جمهوری تاجیکستان و پاسایوز. با شما تماشای خوب و عالی آرزو دارم. اینا گذشته اگر درون اینجا را یگان نوار گیریم خوب، وگرنه با شما موفقیت سربلندی. امانت گروه چه منظره زیبا. این آزیان اکسپرس ترمینال عالی است. یعنی دیدی با روشنایی نمیزده خوشی میشیده. این بینه автовокзал داشته. این طرف باغ و فکرم پارک شو. اون اونجا را دیدین طاووس شتگه مباینده. نه دوستان اینا دوستان اینه اینجا ما автовокзал ترمینال است و این طرف راهی خرابالو میموند. از ما از راهی زیر زمین میگذاریم، از اون طرف نشینم و بس سوی کار روان میشم. سرخانه اینک موبایل اکسسوار ها برای تلفن موبایل. بتونیم از این طرف برویم. بتونیم از این طرف دیدید می؟ Sambursa'yı Uyguri diyor ki çe buraya çıkmaya. Ruparuy автовокзал.
اماک جان بسته